بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در سومین جلسه از جلسات دروس اثبات حجیت سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داریم. در دو جلسه قبلی به بیان سابقه تاریخی منکرین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پرداختیم. در جلسه اول گذشتگانی که منکر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن مثل معتزله، روافض و خوارج رو بررسی کردیم و در جلسه قبلی در رابطه با منکرین جدید سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت کردیم. کسایی که به هر حال مستشرقین و همچنین معتزله های عصر حاضر که خودشان رو روشن فکر مینامند، خودشان رو تجدیدگرا مینامند، در رابطه با اینها سخن گفتیم و همچنین از قرآنیون صحبت کردیم. چون بحث من و شما در رابطه با انکار کلی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه، در این جلسه از قرآنیون بیشتر صحبت خواهیم کرد و بطلان ادعاهایشان رو ظاهر خواهیم کرد. قرآنیون میگن که هر چی که در قرآن کریم هست برای ما کافی می باشه و نیاز ما به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نداریم و در حقیقت اونها قرآن رو تنها به عنوان مصدر شریعت میدانند و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو مصدری از مصادر شریعت نمیدانند. خب ما به خاطری که این ادعایشان رو باطل بکنیم به سراغ خود قرآن کریم بریم. یعنی اونا میگن قرآن برای ما کافی است و سنت برای ما لازم نیست. ما بریم داخل خود قرآن و از لابلای آیات بسیار زیادی از قرآن کریم ثابت میکنیم که خود قرآن کریم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو لازم دانسته. به خاطر عنوان امروزی رو میگذاریم قرآنیون ضد قرآن، کسایی که خود رو قرآنی میگن در حالی که ضد قرآن عمل میکنن. چیزی که قرآن گفته اونها به او عمل نمیکنن. در آیات متعددی از قرآن کریم در رابطه با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و حجیت آن و حجت بودن آن سخن گفته شده. حالا این آیات به چند دسته تقسیم میشه. مثلا بعض از آیات آمده که از لزوم اتباع از پیامبر صلی الله علیه و سلم در غیر قرآن سخن گفته. یعنی آنچه که پیامبر غیر از قرآن هم بگه او هم واجب الاتباع هست. بعضی دیگه از آیات قرآن کریمی رو بیان میکنه که وحی الله فقط منحصر به قرآن نیست، بلکه وحی الله جل جلاله غیر از قرآن میتونه از طریق وحی غیر مطلوب برای رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بگیره. بعضی دیگه از آیات قرآن کریم حق تشریع و قانونگذاری رو برای پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت دانسته، برخلاف منکرین حدیث و منکرین سنت که میگن قانونگذار فقط الله است و پیامبر فقط یک نامرسان بوده، یک مبلغ بوده و پیامبر قانونگذار نبوده. آیاتی از قرآن کریم رو میاریم که نشانگری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم قانونگذار بودن و هم مبلغ و تبلیغ کننده و رسول بودن. و همچنین آیات دیگری از قرآن کریم هم وجود داره که اگر تفسیر پیامبر صورت نگیره مبهمه. یعنی بدون تفسیر پیامبر، بدون سنت، آیه قرآن کریم مبهم می باشه و احتیاج است به تفسیر پیامبر صلی الله علیه و سلم تا او آیه واضح بشه و فهمیده بشه. و برخی دیگه از آیات قرآن کریم هست که اگر سبب نزول آن دانسته نشه اصلا معنی آیه رو متوجه نمیشه. بعضی دیگه از آیات قرآن کریم آشکارا بیان میکنه که قرآن کریم احتیاج داره تا پیامبر به تفسیر او بپردازه. و بعضی دیگه از آیات قرآن کریم هم اشاره به طرفی داره که همانطور که قرآن کریم از جانب الله حفظ شده، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب الله جل جلاله حفظ شده است. ما در این جلسه انشالله 3 دسته از این آیات رو مورد بررسی قرار میدیم و در ضمن هر دسته آیات بسیار زیادی رو که چند تای از اون رو به طور نمونه ارائه میکنیم رو خدمت شما بیان خواهیم کرد. دسته اول گفتیم او آیاتی که حجیت سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در غیر قرآن رو ثابت میدانه و لازم میدانه، او آیات رو مورد بررسی قرار میده. اول آیه 47 تا 50 سوره مبارکه نور. الله جل جلاله در این آیات بیان میکنه که
کسانی که از اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم اعراض میکنن مؤمن نیستن. یعنی هر کس که از اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم سرپیچی بکنه، اعراض بکنه، او مؤمن نیست. چرا که الله جل جلاله میفرماد و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنین. اینها یعنی منافقین میگن ایمان آوردیم به الله و به رسول الله و اطعنا، اطاعت کردیم، یعنی از الله هم اطاعت کردیم و از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت کردیم. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، بعد از این یک گروه از ایشان سرپیچی میکنن، رو میگردانن، پشت میکنن. الله چی میفرماد؟ و ما اولئک بالمؤمنین، اینا مؤمن نیستن. یعنی هر کس که از دستور الله و همچنین از دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم سرپیچی بکنه، او مؤمن نیست. و ما اولئک بالمؤمنین. و در ادامه همی آیات میاد که چنین کسانی که از دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم سرپیچی میکنن اینها ظالم واقعی هستند. میفرماید بل اولئک هم الظالمون. از اینجا فهمیده میشه که در حقیقت کسایی که منکر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشن اولا مؤمن نیستن، چون که از سنت رسول الله و دستور رسول الله سرپیچی کردن، و همچنین اینها بزرگترین ظالمین هستند، ظلم بسیار بزرگی نسبت به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن. اما میایم آیات 51 و 52 سوره مبارکه نور رو. الله جل جلاله در این آیات بیان میکنه که مؤمن زمانی مؤمن واقعی میشه که سخنش موافق با سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و هرگز مخالف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنی نگه. چون که الله جل جلاله میفرماد انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. قطعا و قطعا، انما برای حصر است. سخن مؤمنین وقتی که فراخوانده میشن به سوی الله و رسول تا بینشان فیصله بکنه، چی است؟ این است که میگوین سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. یعنی مؤمن واقعی کاملا موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنه و هر چی که رسول الله دستور دادن اون میگه شنیدیم و اطاعت میکنه. و در ادامه آیات چی میگه؟ میفرماید که هر کس که از حکم الله و از حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنه فلاح و رستگاری میابه. چون که میفرماید که ای یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون، اینها رستگاران واقعی هستند. یعنی چی؟ کسانی که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو قبول دارن رستگار واقعی می باشن. اما او کسانی که سنت رسول الله رو قبول ندارن، منکرین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینها بدبخت ها و زیانکارترین افراد می باشن. و در ادامه همین آیات باز الله جل جلاله اطاعت از خودش و اطاعت از پیامبر رو با هم جمع کرده. چی فرموده؟ و من یطع الله و رسوله. بعد در ادامهش میگه و یخشى الله و یتقه. در بحث اطاعت اگر نگاه کنیم میگه یطع الله و رسوله، از الله و رسول اطاعت بکنه. اما در بحث خشیت و تقوا نمیگه که از الله و رسول بترسه یا از الله و رسول تقوا داشته باشه، نه، چون بحث تقوا و خشیت مختص به الله جل جلاله می باشه، خشیت و تقوا رو به الله نسبت میده، اما اطاعت رو به الله و رسول به هر دو نسبت میده. میفرماید و من یطع الله و رسوله، هر کس که از الله و رسولش اطاعت بکنه و یخشى الله و یتقه، و تقوای الهی و خشیت از الله جل جلاله داشته باشه، فاولئک هم الفائزون، چنین کسانی رستگاران واقعی هستند. اینجا یک سوال بسیار مهمی ما داریم، اینه که چرا الله جل جلاله نگفت من یطع الله و یخشى الله و یتقه؟ اینطور نگفت، گفت من یطع الله و رسوله. از اینجا فهمیده میشه که هم اطاعت از الله جل جلاله لازم است و هم اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم لازم می باشه. و خصوصا که اینجا بین الله و رسول عطف صورت گرفته و قانون عطفی است که
العطف یقتضی المغایره، عطف تقاضای مغایرت رو میکنه. پس بین اطاعت از الله جل جلاله و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کدام مستقل از یک دیگر میباشن. و همچنین آیه اول سوره مبارکه انفال، از این آیه اینطور دانسته میشه که تقوا مختص الله هست، اما اطاعت هم از الله باید صورت بگیره و هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم باید صورت بگیره. چون که الله جل جلاله میفرماید که فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، بترسید از الله جل جلاله و بین خودتان اصلاح بیاورید. و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید اطاعت از الله و رسول بکنید. میبینیم که اینجا بحث اطاعت شد، هم اطاعت از الله رو ذکر کرد و هم اطاعت از رسول الله. و در صورتی انسان مؤمن کامل هست که هم اطاعت از الله بکنه و هم اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشه. پس منکرین سنت اینها مؤمن نیستن. کسانی که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو قبول نداشته باشن اینها مؤمن نیستن. و همچنین آیات دیگری از قرآن کریم هست که لفظ حکمت در کنار قرآن کریم ذکر شده و هر جایی که لفظ حکمت در کنار قرآن کریم ذکر شده باشه به معنی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه. چون که الله جل جلاله میفرماید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه. یعلمکم الکتاب والحکمه، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما کتاب هم تعلیم بده، یعنی قرآن کریم، والحکمه یعنی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا آیه 151 بقره است. یا در جای دیگه میفرماید واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه، یاد کنید ای زنان پیغمبر در خانه هایتان آیات الله و حکمت یعنی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس حکمت سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه. به چه دلیل؟ ما به دلایل زیر میگیم که مراد از حکمت سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه. یک، خطابی آیات که حکمت در کنار قرآن ذکر شده مثل خطاب و آیات دیگری از قرآن کریم است که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ذکر شده. کنار اطاعت از الله اطاعت از رسول الله هم ذکر شده. اینجا هم کنار از قرآن سنت هم ذکر شده. مثلا قل اطیعوا الله و الرسول، اطاعت از الله و رسول بکنید. فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین، اگر روگردانی کردید همانا الله جل جلاله کافرین رو دوست نداره. از اینجا فهمیده میشه که منکر اطاعت از الله همانطور که کافر هست، منکر اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم کافر است. یعنی کسی که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نکنه، او رو بی ارزش بدانه، او کافر است. الله کافرین رو دوست نداره. آل عمران آیه 32. و همچنین دلیل دیگر ما که مراد از حکمت سنت رسول الله می باشه اینه که بین قرآن و بین حکمت همیشه واو عطف آمده و عطف هم تقاضای مغایرت رو داره. پس بین قرآن و سنت فرق داره، فرق وجود داره. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه، پس حکمت که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه چیزی جدای از قرآن کریم می باشه. وقتی که برای منکرین حدیث ای آیات خوانده میشه اطیعوا الله و رسول، میگن مراد از اطاعت از رسول همون چیزایی است که در قرآن آمده. یعنی چیزی که در قرآن آمده شما با پیامبر برای شما گفته اون رو اطاعت کنید. ما میگیم نه خیر، اینجا میبینیم که جدا هست قرآن و سنت، اینا از دیگر جدا است. اطاعت از الله آنچه که در قرآن آمده، اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچه که در سنت آمده، این دو تا با هم متفاوت است. و از همه جالب تر اینه که الله جل جلاله در آیه 113 سوره نساء میفرماید که همانطور که خداوند متعال قرآن رو برای شما نازل کرده، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو هم برای شما نازل کرده. و انزل الله علیک الکتاب والحکمه، الله بر تو کتاب یعنی قرآن رو نازل کرده، والحکمه یعنی سنت رسول الله رو الله نازل کرده. که ما قرآن رو میگیم وحی متلو، وحی که تلاوت کرده میشه، و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میگیم وحی غیر متلو، وحی که تلاوت کرده نمیشه.
پس سنت پیامبر هم از جانب الله جل جلاله نازل شده. این بود از اون آیاتی که گفتیم لفظ حکمت در کنار قرآن کریم ذکر شده. اما میایم آیه 33 سوره محمد صلی الله علیه و سلم. در این آیه الله جل جلاله علاوه بر این که لفظ اطیع الله رو ذکر میکنه، در کنار او لفظ اطیع الرسول هم ذکر میکنه. اطاعت از الله مستقلا و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم رو هم مستقلا ذکر میکنه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. و در ادامه میفرماید که عدم از اطاعت الله و عدم اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم به منزله ابطال اعمال می باشه. یعنی کسی که اطاعت از الله نکند یا اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم نکنه، اعمال او از بین میره. چی میفرماد؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اعمال خودتان رو باطل نکنید. یعنی کسی که اطاعت از الله نمیکنه، کسی که اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیکنه، و اعمال خودش رو باطل میکنه. همچنین در آیه 63 سوره مبارکه نور الله جل جلاله برای مؤمنین میفهمانه که پیامبر با شما فرق میکنه. پیامبر مثل یک انسان عادی دیگر نیست. حتی در صدا زدن پیامبر صلی الله علیه و سلم شما باید متوجه باشین که چطور پیامبر رو صدا میزنین. یا محمد یا محمد گفتن اشتباه هست. یا رسول الله یا ابوالقاسم، این الفاظ باید به کار بره. الله میفرماد لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا. شما خواندن پیامبر و صدا کردن پیامبر رو همانند صدا کردن یکدیگرتان ندانید. در ادامه میفرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره. باید که برحذر باشن و کسانی که از دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم سرپیچی میکنن، ان تصیبهم فتنه، از این که مبادا برایشان یک فتنی برسه، او یصیبهم عذاب علیم، یا یک عذاب درد آوری دامنگیرشان بشه. از اینجا چی فهمیده میشه؟ هر کسی که مخالفت با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه، یا فتنه دنیوی و عذاب دنیوی برای اون خواهد رسید، و یا اگر در دنیا نرسه در آخرت قطعا و یقینا که عذاب درد آوری که برای کافرین هست برای اینها هم خواهد رسید. و از همه بدتر اینه که کسانی که اطاعت از الله و رسول نمی کنن، اینا در حقیقت یک نوعی منافقانه رفتار میکنن. آیه 80 سوره مبارکه نساء الله جل جلاله بیان میکنه که اطاعت از رسول الله صلی الله علیه وسلم دقیقاً و عیناً اطاعت از الله جل جلاله می باشه. هیچ فرقی نیست. همانطور که اطاعت از الله اهمیت داره، اطاعت از رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مهم می باشه. می فرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله. هر کسی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت میکنه قطعاً و یقیناً که از الله جل جلاله اطاعت کرده. پس منکرین سنت دروغ میگن که ما اطاعت از کلام الله میکنیم، ما اطاعت از قرآن میکنیم. اگر اطاعت از قرآن میکردن، خب این آیه در قرآن آمده، این آیه در قرآن آمده که الله فرموده هر کس که اطاعت از رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنه و از الله اطاعت کرده. چرا پس این آیه رو قبول نمیکنن؟ پس معلوم میشه که گفتارشان و کردارشان متضاد است و این عمل کردشان منافقانه. و همچنین در آیه 36 سوره احزاب الله جل جلاله این رو بیان میکنه که وقتی که الله چیز رو دستور داد جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور دادن چیزی رو، اون موقع هیچ کسی حق نداره که از پیش خودش کار دیگر رو انتخاب بکنه. یعنی دستور الله رو کنار بگذاره و دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم رو کنار بگذاره و از پیش خودش یک چیز دیگر رو انتخاب بکنه. و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. برای هیچ زن و مرد مؤمنی جایز نیست که وقتی که الله و رسول چیز رو فیصله کردن و از پیش خودش بیایه و چیز دیگر رو اختیار بکنه. و در ادامه چی میفرماید؟ هر کس که از الله و رسول نافرمانی کرد
او به تحقیق که گمراهی بسیار آشکاری مبتلا شده. و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. کسی که از الله هم نافرمانی کرد و از رسول الله صلی الله علیه و سلم نافرمانی کرد و در گمراهی بسیار آشکاری به سر میبره. پس معلوم میشه منکرین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در گمراهی بسیار آشکاری به سر میبرن. و آیه اول سوره حجرات الله جل جلاله میفرماید که ای مؤمنین، هرگز شما نباید در گفتار و کردارتان بر الله و رسول پیش دستی بکنین. الله چیزی گفته، شما قبل از او کار دیگری رو بکنین. رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی گفتن، شما قبل از او چیز دیگری بگین. نخیر، بلکه همیشه باید قول الله و رسول صلی الله علیه و سلم باید مقدم باشه. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. شما پیشا پیش الله و رسول چیکار نکنین؟ پیش دستی نکنین. چیزی که الله و رسول گفته رو مقدم بدارین، نه خواهشات نفسانی خودتان. پس معلوم میشه که منکرین سنت پیشا پیش الله و رسول دارن حرکت میکنن و ای که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو قبول نداشته باشن، یعنی در حقیقت جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو اینا قبول ندارن. آیه 61 سوره نساء الله جل جلاله بیان میکنه که اعراض و روگردانی از دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم این نشانه منافقین هست. منافقین بودن که از دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم سرپیچی میکردن. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، وقتی که برای منافقین گفته میشد بیایید به سوی آنچه که الله نازل کرده و رسول الله میفرمایند، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو میبینی منافقین رو که از توی پیامبر سخت اعراض و روگردانی میکنن. یعنی همانطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمانه خودشان وقتی که چیز رو میگفتن منافقین اعراض و روگردانی میکردن، بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم که سنت رسول الله باقی میباشه، منافقین امروزی که منکرین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشن، اینا هم از دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم همونطور سرپیچی میکنن. پس معلوم میشه که منکرین سنت رسول الله منافق هستن و واقعا منافقن. چرا؟ چون در زبان خودشان میگن ما قرآن رو قبول داریم، وقتی که میایم به سراغ قرآن میگیم این آیات قرآن گفته که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کنین، باز این آیات رو قبول نمیکنن. خب عملکرد منافقانه است و الله جل جلاله بیان کرده که منافقین در پایین ترین طبقه جهنم هستند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. و همچنین در آیه 7 سوره حشر الله جل جلاله بیان میکنه که هر آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما آورده و میدهد بگیرید و آنچه که شما را نهی میکند باز آیید. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اینجا منکرین حدیث میگن که یا خب در مورد اموال فیء هست، اموالی که بدون جنگیدن با کفار از اونا گرفته میشه، خب در مورد او هست. ما میگیم نه خیر، با قانونی دارن، کلا مسلمانان قانونی دارن که العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اعتبار آیات قرآن کریم عمومی میباشه، نه فقط در رابطه با سبب نزول خاص آن، نه خیر، عمومی میباشه. درست است که در رابطه با مال فی است، اما حکم او عمومی است. هر آنچه که پیامبر آورده باید او رو بگیره، آنچه که پیامبر میگه رو باید قبول بکنه. و همچنین در آیه 65 سوره نساء الله جل جلاله قسم خورده که هر کس که فیصله پیامبر رو قبول نکنه مؤمن نیست. فلا و ربک، قسم به پروردگار تو، لا یؤمنون، اینا ایمان نیاوردن، نمی آورن، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا زمانی که توی پیامبر رو در بین خودشان حکم قرار دهن. و بعدش حتی در دلشان ذره شک و اندوه و غمم از فیصله رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود نباید داشته باشه. اگر کسی نسبت به فیصله رسول الله صلی الله علیه و سلم
ذره شک و تردید و غم و اندوه داشته باشه، حتی او هم مؤمن نیست. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. سپس در نفسهای خودشان احساس تکلیف و غم و اندوه نداشته باشن از آنچه که توی پیامبر فیصله کردی. و یسلموا تسلیما، باید تسلیم محض دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم باشن. حالا الله میفرماید که در دلشان نباید اندوه و غم وجود داشته باشه که این معیار ایمان است. یعنی باید سپردگی کامل داشته باشیم نسبت به دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما منکرین حدیث نه تنها که در دلشان غم و اندوه نیست، بلکه یعنی تنها غم و اندوه که هست علاوه بر او، بلکه کاملا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بی اعتبار میدانن، بی ارزش میدانن، هیچ وقتی برای اون نمیگذارن. پس قطعا و یقینا که طبق قسم پروردگار اونا اصلا مؤمن نیستن، کسی که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو کاملا رد بکنه. و آیه 59 سوره نساء الله جل جلاله اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به طور مستقل و جداگانه از اطاعت از خودش رو واجب دانسته. چی فرموده؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بعد در ادامه فرموده که اگر شما در مسئله دچار اختلاف شدین، پس او رو رد بکنین به سوی الله. به سوی الله یعنی چی؟ به سوی قرآن کریم. و او رو رد بکنین به سوی رسول الله یعنی چی؟ یعنی به سوی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. اگر در رابطه با چیزی اختلاف کردین، او رو حکم او رو برگردانین به سوی کتاب الله، ببینید کتاب الله چی گفته، برگردانین به سوی سنت رسول الله، سنت رسول الله چی گفته. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما به الله و روز آخرت ایمان دارید. یعنی نشان مؤمن بودن انسان اینه که انسان در مسائل که اختلاف میکنه او رو به سوی کتاب الله، به سوی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ارجاع بده. آیه 31 سوره آل عمران اتباع و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم رو شرط محبت الله و مغفرت گناهان دانسته. فرموده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر ادعا میکنید که با الله جل جلاله محبت دارید، پس از من رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی بکنید، اتباع بکنید. خب فایدهش چی است؟ یحببکم الله، الله شما رو به دوستی میگیره. و یغفر لکم ذنوبکم، و الله گناهان شما رو میبخشه. پس هر کس که میخواد محبوب الله قرار بگیره و هر کس که میخواد گناهان رو بخشیده بشه، یک راه بیشتر نداره، اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس معلوم میشه که دستورات رسول الله اینقدر مهم است، اینقدر اهمیت داره که اگر کسی اتباع از آن کرد، محبوب الله قرار میگیره و همچنین او گناهانش بخشیده میشه. ادامه چی میفرماید؟ ادامه بسیار خطرناک میگه قل اطیعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. اطاعت از الله و رسول بکنید، اگر روگردانی کردن الله کافرین رو دوست نداره. یعنی چی؟ اگر اطاعت کردی از الله و رسول، محبوب الله قرار میگیری. اما اگر اطاعت از الله و رسول نکردی، مبغوض الله قرار میگیری و الله هرگز تو رو دوست نخواهد داشت. چرا؟ چون کافر هستی. کسی که اطاعت از الله و رسول رو ترک بکنه، قبول نداشته باشه، الله چنین کافرین رو دوست نداره. همچنین آیات دیگری از قرآن کریم، این آیات دسته اول بود که الله جل جلاله در این آیات بیان کرد که اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر از قرآن، یعنی در سنت هم لازم و حتمی می باشه. یعنی شما همانطور که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت میکنین، آیات قرآن رو قبول میکنین، همینطور باید کلام خود رسول الله صلی الله علیه و سلم رو هم اطاعت بکنین و قبول بکنین. اما میرم به نوع دوم از آیات. به نوع دوم آیات میبینیم که در این آیات چطور الله جل جلاله از اموری خبر میده که اونها غیر از قرآن کریم هم وحی میباشه. یعنی وحی منحصر در قرآن نمیباشه. ملحدین و منکرین سنت میگن که
وحی فقط آن چیزی است که در قرآن کریم آمده. در غیر قرآن کریم ما دیگه وحی نداریم. ما میایم از داخل خود قرآن کریم ثابت میکنیم که علاوه بر قرآن کریم وحی دیگری هم وجود داره. قرآن خب وحی متلو هست، وحی تلاوت شده، اما غیر از قرآن کریم ما یک وحی دیگری هم داریم که وحی غیر متلو است، یعنی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این هم وحی می باشه. حالا چندین نمونه از این آیات رو بیان میکنیم. آیه 124 سوره آل عمران، پیامبر صلی الله علیه و سلم از یک امر غیبی خبر میدن و وعده الله جل جلاله رو بیان میکنن که آیا برای شما کفایت نمی کند که پروردگار شما رو به 3000 فرشته کمک بکنه؟ یعنی پیامبر خبر میدن برای مؤمنین که آیا برای شما این کافی نیست که الله شما رو توسط 3000 فرشته کمک بکنه؟ میفرماید اذ تقول للمؤمنین الی یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 من الملائکه منزلین. یاد کن انگامی که میگفتی برای مؤمنین آیا برای شما کافی نیست که پروردگارتان شما رو با 3000 فرشته که فرود می آین کمک بکنن. حالا سوال ما از منکرین سنتی است که شما از اول قرآن کریم تا آخر قرآن کریم برای ما بیارین که خدا در کجا گفته که ما 3000 فرشته رو میفرستم، که حالا پیامبر وعده میده برای مؤمنین که آیا برای شما کافی نیست که الله جل جلاله 3000 فرشته رو برای شما بفرسته؟ در هیچ جای از قرآن کریم شما نمیابین که الله گفته باشه ما 3000 فرشته رو میفرستم و رسول الله صلی الله علیه و سلم این وعده الله رو برای مسلمان ها رسانده باشه. نخیر. پس معلوم میشه که غیر از قرآن کریم وحی دیگری هم هست که الله جل جلاله برای پیامبر صلی الله علیه و سلم از طریق وحی غیر مطلوب بیان کرده که ما 3000 فرشته رو میفرستم و اینجا است که رسول الله صلی الله علیه و سلم باز برای مؤمنین وعده میدن که الله 3000 فرشته رو خواهد فرستاد. پس وحی غیر مطلوب یعنی سنت هم مثل وحی مطلوب می باشه. آیه 187 بقره رو ببینیم. این آیه چی میگه؟ این آیه ای رو میرسانه که میگه که از این به بعد همبستری کردن با خانم ها در شبهای رمضان مباح است. مباح است. وقتی که میگه از این به بعد برای شما مباح است یعنی چی؟ قبلا حرام بوده. قبلا حرام بوده. احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم. بعد چی میگه؟ ولا تباشروهن. احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم. بعد میگه ادامه آیه علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. یعنی چی؟ یا آیه میگه که همبستری کردن با زنانتان در شبهای رمضان حالا حلال شده، مباح شده. یعنی چی؟ قبلا حرام بوده. خب قبلا که حرام بوده دلیل حرمتش کجا هست؟ در کدام آیه قرآن کریم آمده که همبستری کردن شما با زنانتان در شبهای رمضان حرام می باشه که بعداً این آیه حلال کرده، گفته از این به بعد باز حلال می باشه، مباح می باشه. پس معلوم میشه که در قرآن کریم هیچ جایی از قرآن نیامده که همبستری کردن شما با خانمهایتان در شبهای رمضان حرام می باشه. پس او از طریق وحی غیر مطلوب یعنی از طریق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی کرده شده. پس ما میخوایم این رو ثابت بکنیم که وحی فقط اونی نیست که در قرآن آمده، او خب وحی مطلوب هست، وحی که توسط قرآن هم. اما غیر از قرآن کریم ما وحی غیر مطلوب هم داریم که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه. آیه 143 سوره بقره رو نگاه کنیم. الله جل جلاله رو کردن به طرف بیت المقدس رو به خودش نسبت بده. یعنی ما بودیم که برای تو دستور دادیم که به طرف بیت المقدس یا بیت المقدس تو رو بیاور. و ما جعل القبلة التي كنت عليها الا لنعلم. ما قرار ندادیم آن قبلی که تو به سوی آن رو می آوردی مگر به خاطری که بدانیم چه کسی از پیامبر پیروی میکنه. این در حالی است که در هیچ جای قرآن کریم نیامده که الله به پیامبر دستور داده باشه که به طرف بیت المقدس رو کن، به طرف بیت المقدس رو کن. پس معلوم میشه که الله جل جلاله از طریق وحی غیر مطلوب
به پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داده که تو به طرف بیت المقدس رو بیار. حالا میفرماید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما قرار ندادیم اون قبله‌ای که تو بودی بر آن الا لنعلم، مگر برای که بدانیم. پس همه چیز در قرآن کریم ذکر نشده. خیلی از امور است که از طریق وحی غیر مطلوب بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده. آیه 7 سوره انفال رو نگاه کنید. الله جل جلاله وعده داده برای صحابه، برای مؤمنین که یا برای شما کاروان قریش، کاروان تجارتی قریش خواهد رسید و یا لشکر مشرکین برای شما خواهد رسید. میفرماید و اذ یعیدکم الله احدى الطائفتین انها لکم، یاد کنن هنگامی که الله برای شما وعده میداد که یکی از دو طائفه یا کاروان تجارتی قریش از شما خواهد بوده مسلمان ها و یا لشکر قریش از شما خواهد بود. حالا اینجا الله داره خبر میده، یاد کن هنگامی که الله وعده میداد برای شما. حالا کل قرآن کریم رو بیارین که کجا خدا وعده داده، کجا خدا وعده داده. اینجا خدا داره خبر میده، یاد کنن هنگامی که الله وعده میداد برای شما یکی از دو طایفه را، یا کاروان و یا لشکر، در حالی که هیچ جای از قرآن کریم نیست که الله جل جلاله وعده رو داده باشه. پس معلوم بشه وعده‌ای که الله داده از طریق وحی غیر مطلوب، یعنی از طریق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه. آیه 3 سوره تحریم رو ببینیم. الله جل جلاله پیامبر خودش رو از ماجرای عایشه و حفصه خبر کرد. در حال اتفاقی که افتاد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانه زینب میرفتن، عسل میخوردن، بیشتر پیش زینب میماندن. عایشه و حفصه با هم دیگر توطئه کردن که اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش تو آمد بگو که چقدر دهانتان بوی بدی میده، بوی مغافیر میده. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی بهشون گفتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که برای حفصه پیش زینب بودم و عسل خوردم و دیگه این کارو نمیکنم. عسل برای خود حرام کردن، ممنوع کردن. خلاصه ای که برای پیامبر برای حضرت حفصه فرمود که این رو برای کسی نگی، اما حفصه نتوانست، رفت برای عایشه رضی الله تعالی عنها گفت. الله جل جلاله رو بیان کرده، میفرماید که و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا، یاد کنن هنگامی که به طور پنهانی پیامبر برای بعض از همسران خودش چیز رو گفت. فلما نبأت به، پیامبر پنهانی گفتن، رازگونه گفتن، اما او رفت خبر داد برای عایشه خبر داد. و اظهره الله علیه، عرف بعضه و اعرض عن بعض، الله پیامبر رو مطلع کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتن پیش حفصه، بعضی از چیزها رو گفتن، بعضی چیزها رو نگفتن. یعنی این حفصه قرار ما و تویی بود که به کسی چیز نگی، اما تو رفتی گفتی. فلما نبأها به، وقتی که پیامبر برای حفصه خبر دادن، قالت من انبأک هذا، چه کسی برای تو خبر داده که ما رفتم برای عایشه گفتم؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، الله مرا خبر داد. حالا بیارین آیه از قرآن که الله برای پیامبر خبر داده که حفصه رفته پیش عایشه، این چیزا رو برای عایشه رضی الله تعالی عنها گفته. یک آیه بیارین که چنین چیزی الله جل جلاله گفته باشه. پس معلوم میشه که از اول قرآن تا آخر قرآن رو ببینین، هیچ جای رو نمیابین که الله پیامبر خودش رو خبر داده باشه که حفصه رفته پیش عایشه. پس معلوم میشه این خبر دادن الله برای پیامبر از طریق وحی غیر مطلوب، یعنی از طریق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه. آیه 15 سوره فتح رو ببینید. در این آیه صراحتاً بیان شده که عدم مشارکت منافقین در غزوه خیبر رو الله از قبل اعلان کرده. یعنی الله از قبل گفته که منافقین حق شرکت در غزوه خیبر رو ندارن. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. این کسایی که از صلح حدیبیه خود رو عقب انداختن، اینا میگن که وقتی که شما رفتید به سوی غنیمت ها یا از غزوه احزاب، وقتی که خود رو عقب انداختن و شرکت نکردن، برای صحابه گفتن هر موقع شما رفتین غنیمت های خیبر رو گرفتین، ما هم خبر بکنین تا ما هم بیایم با شما بریم غنیمت جمع کنیم. یریدون ان یبدلوا کلام الله،
اینا میخوان که کلام الله رو تبدیل بکنن. قل لن تتبعونا، بگوی پیامبر هرگز شما اجازه ندارید که همراه ما بیایید. کذالکم قال الله من قبل، این چنین الله قبلا بیان کرده. یعنی چی؟ الله از قبل بیان کرده که منافقینی که در غزوه احد و احزاب و اینها شرکت نداشتن، اینا دیگه حق رفتن به غزوه خیبر رو ندارن برای جمع کردن غنایم. این را الله قبلا بیان کرده. حالا شما کل قرآن رو بگردین که کجا خدا بیان کرده. هیچ جای از قرآن نیست که الله این رو بیان کرده باشه که این منافقین حق شرکت در خیبر رو ندارن به علتی که قبلا در جنگ‌های قبلی شرکت نکردن. پس معلوم میشه این گفته الله در قرآن خوب نیست، این در سنت رسول الله و از طریق وحی غیر مطلوب می باشه. این آیه دلیل بسیار بزرگی برای ما است که شما بیایم پیدا کنیم کذالکم قال الله من قبل، این چنین الله قبلا گفته در کجا گفته؟ این اول قرآن تا آخر قرآن کجا گفته الله قبلا؟ در هیچ جای از قرآن خوب نیست. پس معلوم میشه که این گفته الله از طریق وحی غیر مطلوب می باشه. همچنین آیه 5 سوره حشر الله جل جلاله بیان میکنه ای که شما درختها رو قطع کردین یا او رو باقی گذاشتین، این به اذن الله و به امر الله بوده. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فباذن الله، آنچه از درختان خرما از بنی نظیر رو شما قطع کردین یا او رو بر سر تنه او باقی گذاشتین، این به اذن الله و به امر الله بوده. اینجا مراد از اذن الله امر الله است. حالا بیاین کل قرآن رو ورق بزنین که امر الله کجا است، یعنی کجا خدا دستور داده که شما اگر دوست دارین درخت‌ها رو قطع بکنین و اگر دوست دارین که درخت‌ها رو باقی بگذارین. در هیچ جای از قرآن چنین چیز ذکر نشده. پس معلوم میشه که از طریق وحی غیر مطلوب، از طریق سنت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده شده که اگر خواستن درخت‌ها رو قطع بکنین، اگر خواستن باقی بگذارین. این آیاتی بود که ارائه کردیم در رابطه با اینکه وحی فقط قرآن نیست، وحی علاوه بر قرآن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشه. وحی قرآنی وحی مطلوب است، وحی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی غیر مطلوب میباشه. اما دسته سوم آیات او آیاتی است که حق تشریع و قانونگذاری رو برای رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت دانسته. یعنی چی؟ یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم قانونگذار هستن، همانطور که الله جل جلاله قانونگذار می باشه، تشریع میکنه، قانونگذاری میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم قانونگذار می باشه. برخلاف منکرین سنت رسول الله که میگن پیامبر بابا یک نامرسان بوده. وقتی پادشاه یک نامه می نویسه، این نامرسان چه حیثیتی داره؟ فقط نامه رو میگیره میبره برای اون نفری که مطلوب پادشاه است. حالا نعوذ بالله منکرین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم جایگاه پیامبر رو اینقدر پایین آوردن که یک نامرسان بوده، خلاص کتاب الله رو گرفته آمده برای ما رسانده، خلاص. ما میگیم که نه خیر، رسول الله صلی الله علیه و سلم اولا رسول الله هستن، یک فرستاده معمولی نیست که شما با این سبکی بیان میکنید. نه، رسول الله هستن، رسول خالق کائنات میباشه. و ثانیا علاوه بر اینکه رسول الله رسول بودن، مشرع هم بودن، قانونگذار هم بودن. آیات از قرآن کریم به صراحت تحلیل و تحریم رو به طرف رسول الله نسبت میده که پیامبر حلال و حرام هم میکنه. چنان که الله جل جلاله در آیه 29 سوره توبه تحریم رو همانطور که به طرف الله نسبت داده به طرف رسول الله نسبت داده. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله. الله میفرماید که شما بجنگین با او اهل کتاب، با او مشرکینی که آنچه که الله حرام میدانه و آنچه که رسول الله حرام میدانن رو اینا حرام نمیدانن. پس تحریم و تحلیل، حلال کردن و حرام کردن همانطور که توسط الله انجام میگیره توسط رسول الله هم انجام میگیره. هرچند که رسول الله از پیش خود خوی کار نمیکنه، از پیش الله میکنن، اما به هر حال قانونگذار هستن. و اینجا که بین الله و رسول واو آمده،
حرف عطف دلالت بر مغایرت میکنه، یعنی تحریم الله از تحریم رسول الله صلی الله علیه و سلم جداگانه و مستقل میباشه. یا در آیه 157 سوره اعراف که صراحتا الله جل جلاله تحلیل حلال کردن، تحریم حرام کردن و همچنین برداشتن تکالیف سخت و مشقتبار رو به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده. چنانکه الله جل جلاله میفرماید الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اینها پیروی میکنن، این صحابه پیروی میکنن از او رسول نبی امی که صفات او رو در تورات و انجیل یافتن. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اینا رو امر به معروف و نهی از منکر میکنه. و یحل لهم الطیبات، چیزهایی که ذاتاً پاک باشه رو برایشان حلال میکنه، جایی که صفت تحلیل حلال کردن رو به پیامبر نسبت داده. و یحرم علیهم الخبائث، و چیزهایی که پلید باشه ذاتاً اینها رو برای انسانها و برای مؤمنین اینا رو حرام میکنه. و یضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت علیهم، او تکلیف ها و مشقت ها و اعمال شاقی که قبلا بر اونها بود رو پیامبر از دوششان بر می داره. این تکلیف های بسیار مشقتباری که در یهودیت و مسیحیت بود رو رسول الله صلی الله علیه و سلم از دوش مسلمان ها برداشت. و در ادامه همین آیه می فرماید واتبعوه لعلکم تهتدون، شما از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کنید تا هدایت بشید. یعنی پیروی کردن دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم مساوی است با هدایت. کسی که اتباع نکنه او گمراه می باشه. و به این ترتیب ما از بین 7 دسته از آیات در این درس 3 دسته از آیات رو خواندیم. آیاتی که بیان کرد که اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم در غیر قرآن کریم هم ثابت می باشه، یعنی همانطور که قرآن کریم رو آوردن رسول الله شما باید اطاعت بکنین، غیر قرآن کریم اگر چیز دیگری هم گفتن باید شما اطاعت بکنین. دسته دوم آیات به آیاتی بود که بیان کردیم که وحی فقط منحصر در قرآن نیست، بلکه علاوه بر قرآن کریم وحی غیر مطلوب هم ما داره. و دسته سوم آیات با آیاتی است که بیان کرد که همانطور که الله مشرع و قانونگذار می باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرع و قانونگذار هستند. ادامه آیات و 4 دسته دیگر این آیات رو ان شاء الله در جلسه بعدی خواهیم خواند. و صلی الله وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.